چطورید؟ امروز اومدم انشالله خیلی خفن در بازی ماینکرافت موبایل درست کنم. یه چالش پرچم کشور هست و اینجا چالشش رو نوشته کنار این تابلو نوشته پایتخت فرانسه پاریس است. پاریس است لایک. اگه درسته لایک کنید، اگه غلطه سابسکرایب کنید. حالا ببینیم درسته یا نادرست. اگر درست بود باید موزا بیاد بیرون نزد، اگر غلط بود باید آب بیاد. و بله درسته پرچم فرانسه داره میسوزه. چالش بعدی نوشته آیا روم در ایتالیا است؟ اگر درسته لایک کنید، اگر غلطه سابسکرایب کنید. من میگم درسته. حالا ببینیم چی میشه. بله درست بود. اگر از این اونا بیاد بیرون یعنی درستن. میریم برای نوشته آیا دیوید بکام ستاره فوتبال انگلیس در تیم بایر بود؟ اگر درسته لایک رو بدین، اگر غلطه سابسکرایب کنید. من میگم غلطه. میشه جواب بله غلطه. اینو بچه ها بخشید از این غلط بود. از این بفرمان غلطه.